عظیم مکه شدیم که یگان تفلک دسترس کنیم و به شرافت بزرگ کردن همون تفلک صاحب پول شویم، مال شویم. از بس که میگه سالی قحطی بود، بسیار سالی مشکل بود، بالا یک خر سوار بدم، خری سفیدی لاغر، قوت توانایی خیچ کشیدن نداشت، با من در بالا کاری در بالاش سوار، بیچاره خر قفا میماند. همراه ما صدا میکنم که یک لحظه صبر کنی من شما را دیرو کنم. یک بار دو بار صبر کردن، اما دیدن که این خرک لنگی ما همیشه قفا میماند، دیگر اعتنایی نکردن در رفتن. همراه شوهرم میگه، شوهرم یک شتری سفیدی خراب دیگر داره، میگه همون شتر از مهارش گرفته از یک ماده اشتر، او پای پیاده میرود، من در بالای خر سوار، میگه در معنی هر دومان گویا پیاده ایم. اومدیم به مکه، وقتی رسیدیم فرزندای پدردار و فرزندای ثروتمند همه را زنها علاقه انتخاب کرده گرفتیان. اومدیم که یک تفلک مانده است با نام محمد صلی الله علیه و سلم. در ابتدا میگه قبولش نکردم، وقتی شنیدم که پدر ندارد، یتیم است. واقعا بیچاره یتیما در دنیا بسیار عذاب میکشند، مشقت دارند. کودکا که به خاطر پدر مهربانی میکنن، اگر پدر نباشد چی بسا کسای سنگدل هستن که اعتنا نمیکنن. شما ببینید که حتی به حد ظالم شده بدیم که در میان مردم یک عرف است که به همه یتیما بازی نکنه که شما را یتیم میشه، یا یتیم بیچاره را سرخر میگن. تا به حالی را قول این سخن ها مروج است، اگر چنده که ما زیاده از 1000 سال شد که الحمدلله مسلمان هستیم، اهل دین و دیانت هستیم، خداشناس هستیم. شیخ سعدی از زبان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم سروده است: مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خوردی از سر برفتم پدر. من آنگه سری تاجور داشتم، که سر در کناری پدر داشتم. حلیمه میگوید از بس که دیگر یگان کودک دیگر باقی نمانده بود، هر قدر جستجو کردیم نیافتیم. در ابتدا میگه نیت کردم که همون طفلک نگیرم، زیرا پدر ندارد، باباش پیر است، شاید تا 2 ساله باباش هم دیگه در قید حیات نماند، ما از مبلغ محروم میشویم. اما نزد شوهرم اومده، وقتی همراهش مصلحت کردم، میگه شوهرم نصیحت کرد که بگی همون طفلک، شاید که خدای تعالی به خاطر آنکه ما یک طفلک یتیم تربیت میکنیم یک برکات در زندگی من عطا کند. اگه خداوند میخواست که این حلیمه معروف و مشهور دنیا گردد همراه شوهرش. ببینه اومده میگن از عبدالمطلب، گفتم قبولش دارم. عبدالمطلب هم خوشنودی خش اظهار کرد، فرزند داد در دستم. وقتی میگه طفلک خورده در آغوش گرفتم، قدرت خدای تعالی هر دو پیستانم پر از شیر شد. یک روز چیزی نخورده بودم، میگه هیچی نداشتیم، طعام ما همون شیری شتر بود. بیچاره شتر دیگر از خرابی و از مداری به حال شده بود که دیگر یک قطره شیر از او جوشیده نمیشه. کودک طفلک شیر زد، مست خوابش برد. پسرک خدمت میگه گرفتم، یک پسرک دارد با نام عبدالله ابن حاریس. پسر من میگه خورد سیر کرد، نشسته بوده، میگه که نخست شوهرم با یک تبسم فراخ داخل شد، گفت زنک جان گمان میکنم که همین طفل بسیار طفلی به پای قدم ای، شاید به خاطر یتیمیش باشه، خداوند برکت داده است. از شتر یک ستیل شیر جوشیدم. گفت سبحان الله، شتره که نو فرزند زایده است یک ستیل شیر نداره، یک ستیل شیر جوشیدم. همراه شوهر بگه خمسیری شیر زده، با بعض دیگر از دو غلام تقسیم کرده. میگه حلیمه بعدا روزی دیگر که عازم وطن خود شدیم، باید به قبیله خود برمیگشتیم. خری سفید لاغر من قدرت خدای تعالی میگه پیش اسبا میتازه، همه قدر تیز میتازه. این زنا میگه در تعجب ماندیان که یا حلیمه ای دختری ابو زعید، این مگر همون خری نیست که پری روز در بالاش با مکه اومده بودی؟
میگه گفتم بله. گفتم چی دردش رسیده است؟ دیره سبحان الله اسبی تازی گشته است. بیچاره ای زنای ساده است کجا میدونن که در بالای او خر تفلک سوار است که رحمت عالمیان است. خر میفهمد، اما متاسفانه بعضی شخصایی هستند که دعوای انسانیت میکنن، اما والله عقل فراست چو از خر پستر است. سبحان الله. خر میدونه که در بالا کی سواره، مثل یک اسب تازی مست تازان میروه. اما چی بسا مردم احمق به فراستی هستند که بعد گذشتن هزارها سال حالی هم به پیغمبری ما اراد میگیرن، حالی هم کوشش میکنن که به این دین مبین زیان و ضرر برسونن. چون که دریاهای رحمت جوش کرد، سنگها هم آب حیوان نوش کرد. مرده 100 ساله بیران شد زگور، دیو ملعون شد به خوبی رشک حور. این همه روی زمین سرسبز شد، چوب خشک اشکوفه کردن نقص شد. ببینه بهار شده است، هفته دیگه میایم که همه درختها گل کردیان الکی، بلبلا در چه چه میزنن، زیرا خداوند طبیعت زنده کرد. همچنین به تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند بنی بشر زنده کرد، تاریخ بشریت زنده کرد. قیصه کوته در مال حالی نه فقط حلیمه بلکه تمام مردم بنی سعد، همو اهل محله و اهل دیار خداوند چنان برکت عطا کرد. همه دیگر میگفتن قسم به خدا یا حلیمه یک فرزندی نیک پیرت انتخاب کردی. خشم به حالت زنهای دیگر به حلیمه غیبته میخوردن، حسد میبردن که ای کاش که ما ایره قبول میکردیم. از بین 2 سال گذشت، حضرت صلی الله علیه و سلم از تمام کودکای دیگر نیرومندتر قویتر کلان شده بود. پسرک 2 ساله علاقه تخته در کوچه ها میگشت و حلیمه هم قدر محبت بسته بود. و این شخصی هست که با او محبت نکنی، دیلی که به آلایش باشد، شخصی که مکار نباشد، حیلگر نباشد، مگر میتواند چنین یک طفلکی را دوست دارد. بعد 2 سال نزد مادرش آورد، مادرش التماس کرد، گفت من از باد هوای مکه به همین طفلک به همین فرزندم خوف دارم. در مکه کسل ها می آید، بیماری های وبا و دیگر بیماری های سرایت کننده. بگذار التماس گفت بگذار من امیره کلان کردم بگیرم. عبدالمطلب یک مبلغ بسیار کلان ایران براش داد، زیرا عبدالمطلب عبدالله را دوست می داشت و وقتی عبدالله در قید حیات نبوده این کودکک تولد شد، برای عبدالمطلب از جانش عزیزتر بود. حلیمه گفت برای تربیه باقی مانده پول نمیگیرم، فقط اجازت من فرزندم در نزد خودم بگذارم و کلام کنم. مادرش هم از بس که یک بیماری سخت در مکه حکم فرما بود، وبای بود، فرزند داد در دست حلیمه برای من بعد کلام کردن. حلیمه آورد فرزنده، تا 4 سالگی در نزدش بود. بار همراه کودکا، همراه برادران رضاعیش بازی میکرد، ناخواست 2 نفر شخص پیدا شدند، به پشت خواباندندش، سینه مبارک چاک کردند. برادرش عبدالله ابن حارث وقت دید تلخش گفید. تازان بیچاره به خونه شون اومد نزد مادرش که مادر جان برادر قرشی ما 2 مرد اومدن کشتن، حقیقتا سینه‌ش چاک کرده بودن و از قفس سینه قلبش خارج کردن. حضرت جبرئیل یک خونی لربسته بود علاقه از داخل قلبش خارج کرد، گفت این نصیبه شیطان بود که در قلب تو بود، گرفت دور انداختش. بعدا قلبش شستن و در موضع خودش باز از نو وصل کردن و گذاشتن. این همون انشراح قلب است که در سوره الم نشرح خداوند به پیغمبر خودش منت میگذارد. الم نشرح لک صدرک، ای حبیبی من، آیا من سینه تو را باز نکردم، قلب تو را پاکیزه و تازه نکردم؟ تو پس چرا غمگین میشوی؟ تو چرا مایوس میشوی؟ فإن مع العسر یسرا، پس به درسته که همراهی هر یک مشکلی آسانی است. هر مشکلی که به سرت آمد غمگین مشو، زیرا بعد او مشکلی آسانی است. این مع العسر یسرا، به درسته که همراه همون مشکلی باز یک آسانی دیگر است. در مقابل یک مشکلی خداوند 2 آسانی را ذکر کرد.
وقتی که حلیمه ای کار دید اومد که فرزند رنگ روش کندگی، واقعا در نزد سینه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک ایزی جراحی نمودار بود. حضرت انس ابن مالک میگوید که ما همون را در بدن حضرت میدیدیم، مشاهده میکردیم. آوردندش نزد مادرش حلیمه که راستی من گفت ترسیدم خدای نکرده در دستی من یگان کار شود، من تا قیامت دیگه خدمت نمیبخشم، ترسیدم. گفت آمد به آغوش مادر مهربان. خداوند خواسته بود که این فرزند چند مدت همراه مادرش باشد، زیرا مادرش هم اونقدر عمری طولانی نداشت، در این زمین باید که مادرم از بین میرفت. باره در سین 6 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت به مادرش مراجعت کرد که مادر جان پدری من کجاست؟ من میگم که محمد ابن عبدالله هستم، من عبدالله در کجا است؟ مادرش گفت فرزند عزیز پدرت از دنیا گذشته است، در خاک مدینه منوره گور شده است، اگر خواهی گفت میریم قبر پدرت هم ببینیم. گفت بسیار میخواهم. ببینه این طفل به حد عزیز بود که عبدالمطلب با وجود همون 30 سالی کلانش همه کارش ترک کرد، رختی سفر بست و رسول الله صلی الله علیه و سلم را همراه مادرش و یک کنیزی که از پدر برای او مانده بود ام ایمن برکه سوار شتر کرده عازم مدینه منوره شدند. 500 کیلومتر راه طی کرده و به مدینه آمدند. آمد مادری مشفقشم قبر شوهری را که هنوز از بوش سیر نشده بود، از دیدارش سیر نشده بود، همگی 1 ماه زندگی کرده بودند، زیارت کرد و فرزندش نشان داد. و هنگامی که باز میگشتند خفا می اومدند در منطقه ابوا که بین مکه و مدینه است، مادرش هم از دنیا گذشت. طفل 6 ساله یتیم ماند، از پدر و مادر جدا شد. عبدالمطلب طفل در آغوش خود کشید، آوردش، از فرزندای خود بالاش میگذاشت. از این خاطر بود که خداوند متعال به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم تاکید کرد الم یجد که یتیما فآوا. ای حبیبی من، مگر ترا الله بزرگ یتیم نیافت، از پدر مادر محروم نیافت؟ من ترا مگر معبود نداد خداوند؟ مگر برای تو سرپرست صاحب درکی از پدر و مادرت کمی نداشتن وضع نکرد؟ حتی در کتب تاریخ آمده است عبدالمطلب سرور قریش بود. برای او در نزدیکی خانه مکه، خانه کعبه، یک گله میپرداختند، یک فرش بالاش تنها می نشست، در اطرافش پسرای برومندش حلقه زده می ایستادند. کسی اجازت نداشت که در وقت نشستن عبدالمطلب در پهلوش نشیند. اما حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که می اومد عبدالمطلب صداش میکرد، در پهلوش میشیناندش. باره امکاش یک کم سیاستش کردن که این کار نکن، اگر بابات دعوت هم که کرد نیا، ای بس تو نبیرش میشوی و وقتی او بابات میشینه ببین که ما مردکای کلان زن و فرزندار در حضور پدر ما نمیشینیم، تو چرا در پهلوش میشینی؟ حضرت یک دو بار از خجالت نزدیک نشد، اما عبدالمطلب صدا میکرد که کو پسری مرا بیاره، پسر ما پیدا کنه. تا پیداش نمیکردند در پهلوش نمیشیش، آرام نمیگرفت و فرزنداش میگفت که این فرزند این در وجاهتش دیده میشود که این از شما فرق میکند، این دیگر کس است، این از تمام قریش فرق میکنه. انشالله من از الله بزرگ امید دارم که این فرزند ما را یک شخصی برومند بزرگ میکند. وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم 8 ساله و 2 ماهه و 10 روزه بود، عبدالمطلب هم در سکرات مرگ افتید. قبل از وفات پسرش ابو طالب که با پدر محمد صلی الله علیه و سلم برادر شقیقه هستند، از یک پدر یک مادر هستند، صدا کرد و گفت همین فرزند من به تو وصیت کردم یا ابو طالب، اگر خدای نکرده یگان واقعه شود من از تو دامنگیر میشم. به ابو طالب توصیه کرد، حضرت او خودش جان به جان آفرین تسلیم کرد رفت. عبدالمطلب از دنیا گذشت. ابو طالب از پدرش دیده محمد خردسال خوبتر نگهبین میکرد. ببینه عادتا همین ینگه ها کم کم بخیلی میکنن، سختشون میرسه.
مخصوصا کودک یتیم باشه در خلوت میپوچنش گوش تا میتن. اما خداوند که حبیبش دوست میداشت و معواش داده بود. زن ابو طالب فاطمه بنت اسد که خودی این زن اصلا هاشمی است، از زنای هاشمی است، مادر علی. محمد خردسال از علی و عقیل و جعفر بالا میدونست و حد دوستش میداشت. خداوند فاطمه را به اسلام مشرف گرداند و این فاطمه مادر علی به مدینه منوره هجرت کرده است. در مدینه گذشت، در قبرستان بقیع به خاک سپاریده شده است. وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، حضرت صلی الله علیه و سلم گریست در بالای تابوتش، گفت خدا رحمتت کنه که تو قسم به خدا جای مادر ما پر کردی. وقتی که تو مرا تربیه کردی من همین بی مادری را احساس نکردم، تو واقعا برای من یک مادر خیرخواهی هستی. بعد دعا کرد که پروردگار رو رحمت مغفرتش کن همچنانه که این مادر ما را تربیه کرده است. ابو طالب گفتیم که حضرت بسیار دوست می داشت. حتی در تاریخ آمده است که بار میخواست به سفر برآید به جانب شام. ما برای شما چندین مراتبه گفتیم که زندگی مردم قریش، زندگی مردم مکه از حساب همون سفرها بود، سفرهای تجاری میکردن، به قول امروزه بارده میرفتن. ابو طالب بار عزم سفر شام کرد. حضرت صلی الله علیه و سلم 12 ساله بود، خرد بود. وقتی ابو طالب میخواست از مکه خارج شود، حضرت نزدش آمد، گفت عمک جان مرا با کی پرتافته میرای؟ دیگر دل ابو طالب دب کفان شد، دب پاره شد. فرزند گرفت در شتر در پهلو شنم، قسم به خدا گفت تا وقت زنده هستم من ترا ترک نمیکنم، تا وقت زنده هستم من ترا ترک نمیکنم، نمیگذارم یک خاری در پاد بخلا. و همراهش گرفته و به شام رفتن. در نزدیکی شهر بصره هنگام ورود به شام یک شهر بود است با نام حوران. حوران امروز هم خیوران میگن اگر گوش کنه. و یهودی ها این شهر را ضبط کرده و از مسلمان ها گرفتیم بدبخت ها. منطقه خیوران میگن در تلویزیون. یک راهب زندگی میکرد با نام بحیرا. اصلا نامش جرجس بود است اما تخلصی بحیرا داشته است، به همین بحیرا معروف بود. وقتی که خریستیان ها پاپ شدن، کاردینال شدند، از او بالاتر پاپ شدند، به غیر نامشو باید تخلصی دیگر را میگیرن. این شخص بسیار آدم معروف و مشهور بود و مردم عرب هیچ حساب نمیکرد، زیرا مشرک بودن، اهل کتاب نبودن. این بار از بالای همون صومعش پایین فرومد، از همون منستیرش پایین فرومد، آمد در میان مردم عرب، همون قریشی ها کاروان که نو فرومده بود، جستجو کرد، حضرت پیدا کرد، دستش گرفت، دستش بوسید، پسری 12 ساله را، گفت هذا سید العالمین و هذا رسول الله رب العالمین یبعثه الله رحمتا للعالمین. به مردم جاهل گفت این سید عالمیان است، این را خداوند پیغمبر عالمیان و پیغمبری مبعوث میکنه و رحمت میشوه برای تمام عالم، تمام بنی بشر نجات میده. ابو طالب همراه شیخای قریش تعجب کردن، گفتن ما علمک بما علمت، تو از کجا میدونی؟ گفتن گفت وقتی که از عقبه میفرمده، از عقبه وقتی پایین میشده، تمام سنگ ها و درختان به این سجده میکردند، صلوات میفرستادند. با کار خداوند گوشای شما را کار کرده است، مشرکا نمیفهمه. درخت و سنگ فقط به پیغمبر صلوات میفرستند، فقط در پیش پیغمبر تعظیم میکنند. و این را گفت به همون نشانه مهر نبوت که در پشتش است میشناسم، و دست کرده پشت حضرت نشان داد. به مقدار یک سیبک خورد در زیر شانه راستش مهر نبوت بود، نشان شد که این مهر نبوت است. این را نه فقط من، این را تمام اهل کتاب میشناسد. و من گفت به جان این طفلک خوف دارم از یهودی های شام. کی از گفت سرداری ای؟ ابو طالب گفت ولی من هستم، عمکش هستم. گفت ترا به خدا قسم این کودک بصره ندارو،
خوف دارم که بجانش یگان آسیب میرسونن، با در خجالت میمونی. و این اما که بزرگو را ببینه که همه کار ترک کرده، حضرت صلی الله علیه و سلم از نو به مکه مکرمه ارسال کرد، نگذاشتش که داخل بصره شود. قصه کوتاه، محمد خردسال یک جوان صالح با ادب، با غیرت، با محبت بزرگ شد. تمام قریشی ها دوستش می داشتن، از بس که خدای تعالی از خوردی قلبش پاک و به آلایش کرده بود. ولی همین حسده که در دلهای ما هست، کینه که داریم، عداوت داریم، بغض داریم، همش از حساب اون است که در قلب ما حصه شیطان وجود دارد. اما خداوند متعال قلب حبیبش از همون خردسالیش، از 4 سالگیش علاقه پاکیزه کرده بود. نه کسی را دشنام حقارت کرده است، نه کسی را سخن تند گفته است، نه با کسی منازعه و جنجال کرده است. این خیلی کودک کی دوست نمیداره، برای همه محیب. از خوردیش امینش میگفتن، محمد الامین. امین کسی را میگن که خیانت نکند، امین کسی را میگوین که امانت پاس دارد، امین کسی را میگوین که راست قول باشد، راستگو باشد، راست گفتار و راست رفتار باشد. و این تخلص از خوردیش به محمد امین علاقه از جانب مردم قریش داده شده بود. دو سخنی در موضوع نامش، نام محمد صلی الله علیه و سلم. بسیاری محققان میگن که نام محمد در میان عرب نبود، اصلا نبود. و وقتی که باباش عبدالمطلب حضرت داخل کعبه کرده، در کعبه نام او را محمد گذاشت، همه میگه در تعجب موندن. اما درستش این است که نام نادر بود، اما بود. در کتب تاریخی آمده است، مثلا ابن فورق روایت میکند 3 نفر میگه شخصا بودن که با نام محمد ذکر میشوند. بعضی ها همین عدد تا 16 نفر رساندگیان، یعنی از 3 تا 16 نفر شخص در نیم جزیره عربستان با نام محمد زندگی کردند. سبب محمد نام گرفتن شد چی است؟ عادتا این نام شخصای میگذاشتن که با نصرانی ها نزدیک بودن، یعنی در شفت نصرانی ها میزیستن، مردم یمن یا مردم مثلا شام. چرا این نام میگذاشتن؟ زیرا از نصرانی ها شنیده بودن که پیغمبری آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم عنقریب باید تولد شود در همین سرزمین، در این مرز. با آرزوی آن که یکی همین فرزند ما همون محمد موعوده نباشد، نامای فرزنداشون محمد گذاشتن. و این عبدالمطلبی که از نصرانی ها و از اهل کتاب فرسخ ها دور بود، خداوند الهامش داد و فرزند در نامش گذاشت محمد صلی الله علیه و سلم. مادرش نامش احمد گذاشته است. در قرآن عظیم شان در 4 موضع نام محمد صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. در یک موضع در سوره صف نام احمد صلی الله علیه و سلم. هر دو نام هم نام حضرت هستند. قصه کوتاه، پسر برنادیل کلان شد، اگر چنده که ابو طالب دوستش می داشت، نگهبینش میکرد، اما از بس که میدید که ابو طالب عیالمند است، از امو خوردیش گوسفندای مردم قریش میچرانید، در بدل چند قیرات مزدی که براش میدادن گوسفندبانی میکرد. بعدا وقتی که اندک بزرگتر شد، همراه یکی از تاجر بچه ها با نام صایب ابن ابی صایب به تجارت مشغول شد. در تاریخ آمده است که وقتی صایب ابن ابی صایب به نزدش آمد در روز فتح مکه و با او سلام عرض کرد، حضرت صلی الله علیه و سلم گفت خوش آمدی، رفیق بسیار خوبه بدی در تجارت همراهی من. و وقتی که سین مبارک به 25 رسید، خدیجه بنت خویلد، زیباترین زن قریش، ثروتمندترین زن قریش، زنی که به حد آبرو و عزت داشت که در دار و ندوه، در دار ندوه هم حتی میرفت مصلحت مشورت میداد و هر سال برای تجارت کاروان میفرستاد. این بار وقتی که به طلب یک نفر شخصی که امین باشد کاروان را برده به منزل مراد رساند و بعد بازگشت کند، در مال خیانت نکند افتاد، با او توصیه کردن که همین محمد
جیان ابو طالب به کار گیر. بسیار شخصی امین است، با صلاحیت است، از تجارت هم با خبر است، جوانی با ادب است. از بس که خدیجه نمیشناخت محمد صلی الله علیه و سلم را، از این خاطر غلام خود میسره را همراهش کرد. گفت مواظب باش، ببین که من آدم نمیشناسم، مبادا خیانت نکند. میسره در مدت سفر تا به شام خود عاشق شیفته محمد صلی الله علیه و سلم شد. رفتار و کردار او را دید، سخنهای شیرین او را دید، معامله و مناسبت او را دید. وقتی دید که برای مال خدیجه که موکل است، این را وکیل انتخاب کرده است، چقدر سعی تلاش میکند و بعضی چیزهای دیگر هم پیخست کرد. آدمی به عقل و به فراست زود همین چیزها را درک میکند، اما آدمی به عقل و به فراست مثل خر زعم کرده و بمیشینه. میسره هنگامی سفر دید که بعضا وقتی که آب شد تمام میشود، قدرت خدای تعالی در صحرای بی آب و در گرمی تابستان ابر پیدا میشود و میبارونه. پیخست کرد که بعضا در جاهایی که یگان سایگی نیست برای استراحت فرود میآیند، ابر میآید بالای سری رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرد. همین چیزا را احساس کرد. وقتی بازگشت کردن نزد مادر اومد، به حد توصیف کرد محمد صلی الله علیه و سلم که خدیجه مادر عاشق زار شد، زنی که تمام قریشی ها خواستگارش بودن، همه صدها آدم به خواستگاری آمده بود، اما گفته بود من دیگه شوهر نمیگیرم. عاشق شد به حدی که ببینید زن اصلا یک عفت دارد، شرم حیا دارد. یک دوگانه داشت با نام نفیسه بنت منیه. دعوتش کرد، گفت من چیکار کنم که دیگه دلم آرام ندارد، بی صبر و بیقرار شدم. نفیسه در خلوت حضرت صدا کرد، گفت که زن نمیگیری یا محمد؟ آخه سین سالت به جای رسید است، 25 ساله شدی تا که. گفت زن میگیرم، نه که مشکل تر است مهر زنم مهیا کردن و یک زن صالحه پیدا کردن. گفت خدیجه را دیدی؟ گفت دیدمش. گفت چه خیلی است؟ گفت بسیار زنی صاحب جمال، با کرامت، با شرافت. گفت میل نداری خدیجه را بگیری؟ گفت مگر خدیجه مرا میگیره؟ تا گفت خواستگار بفرست، خدیجه راضی میشه میگیرد. آمد نزد عمکش ابو طالب. ببینه یک هفته پیش در حصار بودیم، یک برادر حاجی سوال کرد که آخه حضرت صلی الله علیه و سلم اینقدر خوشرو بود است، حسن جمالش از حسن جمال یوسف زیباتر بود، پس چرا از خودش کلان زن گرفت؟ من در جواب گفتم که دادر جان، اگر تو خدیجه مادر منمی دیدی هرگز این کلمه را به زبان تلفظ نمیکردی. چی بسا زنایی هستند که از 100 دختر باکیره زیباتر هستند، مگر همین را ندیده؟ تصور کنه که بعضی زنایی هستند خاصتا همین برای زن زیبا را ایام تراوت و شکوفاییش از همین 30 تا 40 سالگی است، پره خشرو میشود. عادتا دخترها خرابتر میشوند، قاقله. نه که وقتی که زن اگر زیبا و صاحب جمال باشد تا چند وقت خچ پر کرد به نهایت صاحب جمال می شود. به حد مادر و خوشرو بود که در قریش زن به زیبایی او نبود است. همه مردها شیفتش بدن. با نزد ابو طالب عمکش وقت این سخن گفت، ابو طالب گفت بچم خدا داد خشا به حاله. آمد خواستگاری کرد و مادر و خدیجه به نکاح حضرت صلی الله علیه و سلم در اومد و جان و مال خودش فدای حضرت کرد. جان و مالش در خدمتش قایم بود. به حد حضرت دوستش می داشت، به حد دوستش می داشت. بعد وفات بی بی خدیجه تصور کنه که تا زمان بی بی خدیجه مادر و زنده بود، حضرت آرزوی زن نکرده است. در قریش که در اونجا زن گرفتن و زن طلاق کردن بازیشه بود کرده بود، آرزوی زن نکرد. بعد وفات مادرمو در نزد زنهاش بعضا وقت سخن از بی بی خدیجه مادرمو می افتید، به حد تعریف توصیفش میکرد، حضرت بعضا از چشماش اشک جاری میشد است. بی بی عایشه مادرمون میگه که ما غیرت علی احد من نساء رسول الله صلی الله علیه و سلم ما غیرت علی خدیجه. به هیچ زنی حضرت صلی الله علیه و سلم اینقدر رشکی که به بی خدیجه داشتم نداشتم. میگه رشک می اومد. بی خدیجه ای که پیش بی عایشه مادر ما از دنیا رفته است، بی خدیجه ای که
بیبی عایشه ندیده است او را، اما میگه به حد تعریف توصیفش میکرد حضرت که رشک من می اومد. خشو به حال کسی که خدای تعالی ایت زن صالحش بده. واقعا همین شیر مردو را زنها شیر مرد میکنن، شیر زنها شیر مرد چون میکنن. پس هر کدامت که باشه دائم دعا کنه که خداوند صاحب زن صالحم کن. یک برادر این سحر در تلفن ما پول گذرونده است، التماس کرده است که یک دعا کنه دست جمعانه در روز جمعه که یک زن صالحه خداوند نصیبم بگردونه. پروردگار به این برادر، به تمام برادرایی که در آرزوی زن صالحه هستند، خواه جوان باشند خواه پیر، خداوند جفتای صالح سالم نصیب روزی گردان. آمین یا رب العالمین. به همین طریق حضرت صلی الله علیه و سلم تا سین 37 سالگی به زندگی مشغول بود، به تجارت ها مشغول بود، تا اینکه باری اول در سن 37 سالگی رؤیای صالحه دید. رؤیای صالحه یعنی خوابی که مثل روشنایی صبح روشن است، در ذهن در یاد آدم میماند. حضرت عادتا خواب نمیدید است، اما وقتی باری اول رؤیای صالحه را دید دیگه خودش در شگفت افتاد. کار باری دنیا دیگه در دلش سرد شد، دیگه تمام محبت از دنیا قطع کرد، دیگه دستش در یگان کار پیش نمی رفت. و من بعد حضرت خلوت اختیار کرد. خلوت در ماه شریف رمضان می رفت مدت یک ماه در غار حرا. حاجیان میدونن این غار حرا در کجا است. بسیاری حاجیامون بیچاره را زورشون نمیرسن که به غار حرا را نرسن. حضرت یک ماه به تنهایی در غار حرا میرفت و عبادت مشغول میشد. اگر چند طریقه عبادت نمیدونست، اما خداوند پیغمبرای خود از عبادت بت نعوذ بالله و از شرک همیشه نگه میدارد. یک طرفت العین حضرت یک بتی را قبول نداشت. وقتی در نزدش قسم به لات و عزا میخوردن چنان غضبناک میشد که حضرت هیچ وقت قدر غضبناک نمیدیدن. میگفتن چرا تو اینقدر غضبناک میشوی؟ دشنامت میتونی که غضب نمیگیری؟ آقا میگفت همین لات و عزا دو سنگ بدخاصیت یا چی هستن که شما به هم یا قسم میخوری؟ آقا قسم میخوری قسم به الله بخوری، شرم نمیداری؟ مدت 3 سال حضرت رؤیای صالحه میدید، تا اینکه عاقبت الامر سال 40 عام الفیل 40 از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت جبرئیل امین در غار حرا در نزدش پیدا شد. واقعا روز دوشنبه بود، شبانه روز دوشنبه را شبش بگیم 21 رمضان به قول اصح حساب کتاب کردن از همه درسته شب 21 رمضان است. و همچون فلق صبح حضرت جبرئیل امین در نزدش حاضر شد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم اقرا، بخوان. گفت ما انا بقاری، من گفت خطخوان نیستم، هیچی را نمیدونم. حضرت میگه جبرئیل آغوشم کرد، چنان زیر کرد که گمان کردم که از تمام وجودم قوت دیگه همه از بدنم ترک شده رفت. باز میگه در زمین گذاشتم، گفت اقرا، بخوان. با میگه در جواب گفت من قاری نیستم، چرا بخونم؟ باز باری دیگه آغوش کرد، میگه به همون شکل چنان فشار امداد که گمان کردم آسمان و زمین به هم دیگر سایش یافتند. باری سوم وقتی گفتم ما انا بقاری، من قاری نیستم، گفت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اول چیزی که از قرآن عظیم شان بر رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل گشته است همین 5 آیه اولی سوره اقرا است. از بس که امروز ما اعلان کردیم که انشالله روز مولود است، الحمدلله که هر هفته ما مولود است، اما امروز از بس که ما از دیروز اعلان کرد، از هفته گذشته اعلان کرده بودیم و در مجلس مدادرم قاری شمشاد جانم شرکت داره، انشالله الحال بلندگویا که در دست قاری شمشاد جان میتم تا